لاس وگاس خاورمیانه در یک دقیقه. خیلی وقتی برای اولین بار برج‌های بلند دبی، هتل‌های لوکس و شب‌های نورانی و شلوغش رو می‌بینن، فوراً بهش میگن لاس وگاس خاورمیانه. اما خب این مقایسه نه دقیقه و نه درسته. چرا؟ اول اینکه پایه‌های اقتصادی لاس وگاس کاملاً بر اساس صنعت قمار، کازینو و سرگرمی‌های مخصوص به بزرگسالانه، در حالی که پایه‌های اقتصادی دبی بیشتر بر مبنای تجارت جهانی، حمل و نقل، املاک و توریسم خانوادگیه. دوم اینکه فرهنگ و قوانین در لاس وگاس سکولاره، در حالی که دبی قوانین و فرهنگ اسلامی مخصوص به خودش رو داره. یعنی در دبی نحوه پوشش، الکل، روابط و تفریحات مختلف هر کدومشون قوانین خاصی دارن و خانواده ها با خیال راحت میتونن به این شهر سفر کنن. اما لاس وگاس اصلا اینطوری نیست و به شدت آزاد. سوم اینکه دبی یکی از امن‌ترین شهرهای دنیاست، ولی لاس وگاس به شدت ناامنه و مشکلاتی مثل دزدی، اعتیاد و خشونت‌های شبانه درش خیلی زیاده. چهارم اینکه دبی علاوه بر بعد تفریحیش یک مرکز بزرگ تجارت جهانیه. یکی از بزرگترین بندرهای منطقه رو داره، یکی از بزرگترین خطوط هواپیمایی دنیا رو داره و مرکز خیلی از کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی هم هست. اما لاس وگاس تقریباً فقط مرکز سرگرمی و پر شده از هتل و مسابقه و کازینو. پنجم اینکه دبی به شدت آینده محوره و پروژه‌هایی مثل پلیس رباتیک، شهر هوشمند و موزه آینده داره. و ششم هم اینکه در لاس وگاس بیشتر اوقات 80% آدمایی که توی شهر می‌بینی توریستن، ولی در دبی جمعیت ساکن غالباً از تعداد توریست‌ها بیشتره. نهایتاً هم میشه گفت که دبی بیشتر یه شهر آینده ساز، امن و تجاریه که با لاس وگاس تفاوت‌های زیادی داره و شما هم میتونید اخبار و سبک زندگی در این دبی مدرن رو از پیج بلک ایگل دنبال کنید. همین.